وزارت دفاع تاجیکستان تصمیم گرفته است که 25مین سالگرد تأسیس نیروهای مسلح را در ماه فوریه سال روان بدون برگزاری راهپیمایی یا پرد نظامی استقبال کند. همه سال وزارت دفاع تاجیکستان جشنهای سالگرد خود را با راهپیمایی حدود 25,000 سرباز و افسران با شکوه تجلیل می کرد. گفته می شود این تصمیم بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از 19 دکبر سال 2017 درباره جشن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان گرفته شده است. حکومت تاجیکستان با وزارت دفاع دستور داده که 9 سپتامبر سال 2021 به مناسبت 30مین سالگرد استقلال کشور گشتی با شکوه نظامی برپا کند. حکومت همچنین به همه وزارت و اداره های دیگر دستور داده است که هر گونه جشن و برنامه های خود را در 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان برنامه ریزی کنند. تاجیکستان 30مین سالگرد استقلالش را 9 سپتامبر سال 2021 جشن خواهد گرفت. فریدون محمد علی زاده سردار دفتر مطبوعات وزارت دفاع روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت با نظرداشت فرمان پرزیدنت درباره جشن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان جشن 25 سالگی نیروهای مسلح بدون پرد حربی صورت میگیرد. با غیر پرد حربی با نظرداشت اینکه فرمان پرزیدنت بود مسئله در سطح بلند استقبال گرفتن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چرابینی ایجانا گلگذاری مراسم گلگذاری در باغ غلبه آینده در ماه فوریه پیش بینی شده است. بعداً مسابقه‌های ورزشی آزمونی وطن پرور، آزمون بین سربازا. با یادآوری از تجلیل این جشن در سال 2016 گفته می شود که وزارت کارهای داخلی کشور در چارچوبه آمادگی‌ها به این جشن و آمادگی‌ها به پرد نظامی سر از 19 آگوست تا 8 سپتامبر از ساعت 6 بیگاه تا 10 شب گشت و گذار واسطه‌های نقلیات در خیابان‌های رودکی از فروشگاه مرکزی تا میدان دوستی و تا چهارراهی رودکی محدود شده بود. یک تحلیلگر مسائل حربی میگوید هدف تصمیم حکومت از خودداری برگزاری جشنهای باشکوه جلوگیری از صرف و خرج برزیاد می باشد. مهدی صابر کارشناس مسائل نظامی هم از تصمیم حکومت برای خودداری از تشکیل پرد حربی در سال جاری جانبداری کرد. وی گفت این امکان میدهد که طی 4 سال آینده مقامات از هر گونه جشنها پرهیز نموده از خرج و صرف برزیاد خودداری کنند. با اندازه کوتاه ما درست کنیم شرکی مردم ما زندگی نه ما باید همه زندگی عادی داشته باشیم. البته نه شرکی خاص زندگیش مشغول باشد و ما مثلا مبلغ‌های کلان رو برای راهپیمایی و برای هر گونه نمایشات صرف کنیم. این بسیار هم اقدام خوب است و بهتر میشه که من همین مبلغ‌ها رو برای بلند برداشتن سطح زندگی ساختن اقتصادی ساختن خانه‌ها و اشیاء روزگار تامین کردن آنها کم کنیم که هم خوب میشه. و این اقدام همه خدمتشون حربی دستگیر می‌نمایند. معمولاً برای همه جشن‌های عظیم و باشکوه پول بودجه مصرف می‌شد. گشت‌های نظامی با اشتراک صدها نظامیان ساختارهای انتظامی تاجیکستان برگزار می‌شوند. بودجه گشت‌های کلان نظامی آشکار نمی‌شود ولی در مطبوعات داخلی در گذشته برگزاری جشن‌های کلان دولتی بخشیده به عیدهای رسمی مثل تجلیل نوروز و وحدت از نظر جلب هزارها مکتبیان دانشجویان تهیه لباس‌های ویژه برای هر یکی آنها انتقاد شده است. برخی ژورنالیستان ضرورت تطبیق قانون تنظیم رسم آیین‌ها را در برگزاری جشن‌های دولتی از نظر خراجات عظیم آنها مطرح کردند.